خب بریم ببینیم که آیا این شخص هنوز به شما فکر میکنه. چقدر به شما فکر میکنه؟ اگه فکر میکنه جدی فکر میکنه یا همینجوری سرسری یا از عادت فکر میکنه؟ از عادت بکشم. بچه ها این شخص به نظر من هر کسی هست با شما هیچ صحبتی میخواسته. این شخص تو فکر اینه که به سمت شما بیاد یک پیغامی رو به شما برسونه. این شخص از طریق شخصی ممکنه به شما پیغامی برسونه. دقیقاً بچه ها این شخص نه تنها به شما فکر میکنه، خیلی داره به این فکر میکنه که یک پیغامی به شما برسونه، یک نامه‌ای به شما بده، یک خبر خوشی، یک هدیه، یک پولی، یک چکی. دلش میخواد به بهانه یک پولی، به بهانه یک چیز مالی به شما نزدیک بشه و یک چیزی رو به شما بده، یک کاغذی، یک چکی، یک پولی. دلش میخواد که بیاد یا از طریق شخصی یا خودش. علاوه بر اینکه به شما فکر میکنه، خیلی دلش میخواد که به شما نزدیک بشه و شانسش رو دوباره با شما امتحان بکنه.